معامله روی طلا بود. اینو بهتون نشون بدم دلایل ورود، اتفاقاتی که افتاد دیروز بعد از ریزشی که توی طلا داشتیم توی تایم فریم 1 ساعته. خب قیمت تا 50% اصلاح داشتش. خب این احتمال اینو برامون میدادش که بخواد ادامه روند نزولی رو برامون به وجود بیاره. قیمت دقیقا واکنشی نشون داد به یه سطحی بود که قیمت تقریبا 50% اون گام نزولی بود. قیمت بعد از اینکه به خودشو 50% رسوند، در اصل اون اصلاح گام به بلوغ رسیده بود، ولی نگاه بکنین بعد از اون نریختش. قیمت یه بار دیگه صعود کرد، ولی صعودش به حدی نبودش که توقع ما رو ایجاد بکنه که قیمت به همون ناحیه اولیه خودش برگرده. کندلا خودشون رو نتونستن به اونجا برسونن. خب این باعث شدش که توی تایم فریم 1 ساعته خیلی قشنگ بود. کندلا با کندلای بزرگ شروع شده بودن، هرچی به سمت بالا می اومدن کاهش ضریب چولگی رو داشتیم، شادوها رو از سمت بالا داشتیم، بسته شدن کندلا 1/3 پایینی بود. کندلا توی اون سطحی که توقع داشتیم ازش تقریبا 50% گامی که اومده بودن کوچیک‌تر شده بودن، شادو از سمت بالا 1/3 پایینی. اینا دلایلی بودش که براش وارد شده بودم، یعنی ورود خودمو اینجا انجام دادم. حالا تایم فریم پایینش اگه یه نگاه بندازیم تو تایم فریم 15 دقیقه، خب اتفاقای بهتری افتاده بودش. خب اینجا یه ورود داشتم توی این محدوده، بعد از اینکه اومد نتونست خودشو برسونه. این شادوها، این جنگ معامله‌گران سر قیمت، سر اینکه به کدوم سمت قرار قیمت رو حرکت بدن، به علاوه اینکه 50% گام نزولیه خودش رو رسونده بود. همه اینا دلایلی بودش که ورود خودم رو به چارت انجام دادم. فقط یه چیزی رو خواستم بگم بهتون. حالا بهتر از این که شما بتونید توی یه معامله ورود بکنید، خب اگه نگاه بکنید نقطه دوم من این ناحیه بود، خیلی نقطه بهتری بود تا این نقطه اولی که برام ایجاد شد، چون اینو میتونم بگم یه موقعیت اگریسیوی بود برای اینکه من میخواستم مثلا از بیخ بگیرم که حالا یه اتفاق افتاد. خب ولی خب حد ضررم خیلی جای کوچیکی بود نسبت به آخرین های قبلی بودش که قیمت زده بود و نتونست به اونجا برسونه. اما نکته مهمتری که من الان میخوام بهتون بگم اینه که 2 تا موقعیت داشتم که الان میخوام یه چیز رو بهتون نشون بدم. نمیخوام براتون بگم تیپی میذاریم توی چارت، بخوایم برای خودمون تیپی در نظر بگیریم، ولی نگاه بکنین وقتی شما قیمت یه ورودی کردین توی چارتتون، ما توقع نداریم که همه اتفاقات توی بازار رو ما بتونیم ازش بگیریم. الان نگاه کنین یکی از موقعیتایی که من گرفتم تا تقریبا 1/2 رفته، اونه که تا 1/3 رفته بود. پس اینجا اولین سطح پیش رویی که پیش رومون هستش، ما توقع داریم که یه سیو سود داشته باشیم. این یکی از موقعیت ها. حالا چون اولین سطح پیش روه، اینم دومی موقعیت که تقریبا یکیش با 1/1.5 بسته شد، یکیش 1/2 خورده 2.5. ولی تا اینجا خیالم راحته که ما یه مقداری رو از بازار گرفتیم، از این بازار با ضرر خارج نشدیم. حالا حد ضرر رو میان کجا قرار میگیرن؟ در بهترین حالت یه مقدار پایین تر از نقطه ورودمون اینجا قرار میگیرن که اگر اومد نقطه ورود ما رو زدش، خیالمون راحت بشه که ما از بازار لااقل 50% اون چیزی رو که قرار بوده ازش ریسک بکنیم روی معاملمون رو ما به دست آوردیم. میمونیم با معامله ببینیم به کجا میرسه. اون چیزی که در نهایت من ازش توقع دارم برسه، خب این ناحیه جاییه که میتونم دوباره ازش سیو سود داشته باشم. ناحیه آخری که میتونم سیو سود داشته باشم این محدود است. خیلی نمیخوام خوشبینانه به چارت ها نگاه بکنم، چون احتمال داره الان مثلا یه دفعه بیاد توی این ناحیه قیمت یهو برگرده بالا. یه نگاهی رو به اخباری که در سر راهمون هست میندازیم.
میبینیم الان هیچ اتفاق خاصی قرار نیست تو بازار بیفته. ساعت 8:30 فکر میکنم تایم باز شدن آمریکاست، تقریبا پیش عرضه تایم آمریکاست. آفریقا و آمریکا، آره میتونستم میگم آفریقا و میتونستم میگم آمریکا. حالا وای میسیم ببینیم. این ساعت جالبیه، یعنی که قیمت هی داره میاد چیز بکنه، سعی میکنه که ازش عبور بکنه. ببینید هی میاد، این داره تست میکنه در اصل، نمیدونم چیزی، آره داره تستش میکنه. حالا 5 دقیقه و 50 ثانیه دیگه وای میسیم ببینیم این کندل 15 دقیقه چجوری بسته میشه. حالا سعی میکنم عکساشو براتون بذارم که ببینم این موقعیت به چه صورت بسته شد. کندل به کندل الان با هم دیگه میریم برای مدیریت خروج این معاملمون، یعنی اینکه هر وقت این کندل بسته شد حد ضرر میاد پایین این کندل، وای میستیم ببینیم این برای ما یه گام خوبی هستش یا نه. اگه گام خوبی برامون شد حد ضرر رو میاد تو 50% این. خب سلام مجدد. کندل 15 دقیقه گفتم وایسم بسته شه تا در خصوصش صحبتی بکنیم با هم. ببینید نگاه کنین الان وقتی کندل 1/3 پایینی بار قدرت، کندلی که زیر آخرین سوینگ لویی که تشکیل شده بسته شده، خب اینجا جاییه که من حد ضررم انتقال بدم به پشتش با یک مقدار خلاصی، یک مقدار به اندازه 2 برابر اسپرد میتونیم این کار رو انجام بدیم. این حد ضرر رو پشت آخرین کندل نزولی قرار میگیره. در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم که اینو به عنوان یه گام میبینیم که با کندلای کوچیک به کندلای بزرگ ختم شده. حالا این اگه به این حالت در نظر بگیریم که قیمت با منفی 92% تقریبا اینجاها 50%ش خب درست قرار گرفته. منتظرش میمونیم ببینیم قیمت خودشو به این سطح میرسونه، واکنشش به این سطح چجوریه. به هر حال اینو از قبل بهتون گفتم، در هر حالت اینجا جاییه که من باید سیو سود خودم انجام بدم، جاییه که آخرین سوینگ لویی که منجر به سوینگ های شده شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی قیمت از اینجا پرتاب شده به سمت بالا، پس اینجا جایی بوده که تجمیع جریان سفارشات قرار داشته، پس دوباره قیمت میتونه اینجاها واکنش های خوبی داشته باشه. ریسک زیادی نمی کنیم، وای میستیم ببینیم قیمت واکنشش چیه. هر واکنشی داشته باشه ما اینجا سیو سود خودمون رو داریم. حالا من چون دارم ویدیو رو چیز میکنم سعی کردم اینجا ویدیو بگیرم، با 2 تا 5 صدم وارد شدم که در مجموع 0.1 باشه. جفت معاملام بیشتر از 2% ریسک به حجم کل حسابم نداشته باشه. سعی میکنم مانی منیجمنت، ریسک منیجمنت اینا رو در نظر بگیرم. تو تمام این ویدیوها میتونیم ببینیم که من حد ضررایی که میذارم کلا میشه 2% از ریسکی که روی کل حجمی که روی حسابم قراره وارد بکنم. پس این صحبتایی که دارم باهاتون میکنم این چیزاییه که اتفاقاتیه که به صورت روتین تو تمام معاملات در نظر میگیرم. یعنی اینکه اگه بخوام ویدیو نمیدونم ضبط نکنم بیا مثلا 2 لات بگیرم 1 لات بگیرم، نه اینجوری نیستش. این اتفاقاتیه که همیشه داره انجام میشه. حالا شما مثلا شاید بگین خب اینجا سیو سودت اومد بالا برگشت چرا نگرفتی وای نستادی بیادش پایین تر؟ خب اون چیزی که تو استراتژی هست، پس سعی کنین تو استراتژیتون پایبند باشین، تمام چیزا رو رعایت بکنین و منتظر باشین بازار کار خودشو بکنه. اون چیزی که از بازار گرفتین و ازش تشکر کنین، اون چیزی که ازش نگرفتین و قصه‌شو نخورین. خب برای یه آپدیت جدید اومدم. یکی از معاملاتم به اون سطح مورد نظرم که توقع داشتم ازش رسید. خب پس میام یه سیو سود دیگه از این معامله انجام میدم. این سیو سودی که اینجا هست دیگه عملا خب چیز خاصی نمونده از معامله. اگه نگاه بکنی دیگه 1 داره ازش کم میشه، ولی خب به استراتژی پایبند هستیم. قیمت به جایی که رسیده میایم سیو سودای خودمون رو انجام میدیم و اونه که هم به همین ترتیب، هرچند که قیمت ممکنه به اون سطحی که توقع داریم خودشو برسونه،
اما ما به اون چیزی که داریم پایبند هستیم و میبینیم که قیمت به کجا خودشون میرسونه. فعلا باش کاری نداریم تا اینکه ببینیم ناحیه بعدی که میخوایم ازش ببینیم این ناحیه چه اتفاقی براش میفته.